بعد از رفتن به ترکیه سال 2023 بعد اتفاقات که افتاد 2-3 ماهی ما یه آلبومی هم درست کردیم، یه نیمه آلبوم بود به اسم با 100,000 که 4-5 تا ترکش داشت. بعد از اون من رفتم ترکیه و اونجا مشخصا 5 تا کار مستقل آماده کردیم. یکیش که برای یه خواننده زن بود، خانم پارسا، که اون جداست، ولی غیر از اون برای خودم لنگ راک بود که اینجا هست با دوست ازم مسئول فریازاده. اینا دوستای قدیم ایران هم بودن که همدیگه بعد سال پیدا کردیم و در واقع برای من یه جور نیمه مهاجرت به ایران بود، رفتن به استانبول. حتی خب شرایط کووید و اینکه بیزنس کارم تعطیل بود و بعد دیگه تا اینجا به قرض بود، زندگی خیلی سخت بود و اینها رفتیم که اونجا یکمی ارزون‌تر زندگی کنید و البته تولید. حالا یه چیزی هم توی وجود من بود به خاطر اینکه من خطاب به یه آدم خاصی توی یه فایلی گفته بودم سال زمان من از تو مفیدتر میگذره و این وایرال شده بود و 80 میلیون نگران بودن که چرا نامجو وقتش از ما مفیدتره و چند تا دوستان من خیلی بودن که آقا از کار نگفت، یعنی فعال باش، اینو نذار پنچرت کنم. اون سال بود که حالا یه لجبازی هم بود که بیشتر از حد معمول کار بود. یکیش این کتاب بود. البته این کتاب خب اصلا یه سری یادداشت‌های مختلف، بعضی‌هاش ممکنه برای شما جالب باشه در ادامه همون نوستالژی. یکیش مجموعه هایکو بود که در کووید شروع شده بود در قرنطینه و تمام شد، به فارسی ریتمیک ترجمه کردم، حدود 100 تا فکر کنم 80 تا هایکو که هر دو رو نشر ناکجا منتشر کرده و برای من معمولا ناشر دیگه به ما دستمزد نمیده، مثلا یه قرارداد فرض کنید 20 80 یا 30 70 که هست و همون تعداد مثلا از 1000 نسخه کتاب 200 تاشو میده به من که ما خودمون ببریم برای جمع. ما تا اون 200 تا تو ترکیه مونده به خاطر اینکه من خیلی عجله‌ای از اونجا اومدم و خیلی از مسائل زندگی مونده. ولی اگه دوستان علاقه داشتن که تهیه کنن، نشر ناکجا خیلی دلیوریشون اینجوری که من خیلی مرتب و منظم. حالا در صورت غیر از اون یه آلبوم لنگاک بود که اینجا هست، یه آلبوم بیتاب بود که اونم اینجا هست با یه دوست دیگه هم علی جعفری که ما ایران که بودیم موسیقی تئاتر و فیلم کار می‌کردیم و یه آلبوم هم آماده کردیم که داره آماده میشه به اسم اولا، بر اساس همون این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، اسم آلبوم اولا و داره فکر کنم یه ما دیگه منتشر میشه. و اون دوتای دیگه دوتا کارن که الان آماده انتشارن، متا مثل اون بچه آدمی که براش آرزوهای بزرگتر داری، مثلا میخوای بفرستیش دانشگاه، یعنی یکیش یک مجموعه کاریه که کل موسیقی های دهه 60 رو در بر میگیره، ولی اینجوری نیست که آرشیو برداریم خونه مادر بزرگی و محمد نبودی ببینیم و بذاریم کنار هم. من همش رو دوباره خوندم از اول، یعنی همه مسلسلای مجری و صدای مطهری و صدای قرآن و صدای فلان همه رو دوباره اجرا کردم و اونم یه آلبوم احتمالاً اسمش هم بذاریم مینور. همون انقلاب ما انفجار نور بود، انفجار مینور، چون مینور همون گام مورد علاقه بنده که همه جا راجعش حرف میزنیم. در تمام اون موسیقی ها قابل ردیابیه که چجوری از یک گام ملانکولیک یک حکومت ایدئولوژیک استفاده، یعنی ما هنوز هم احساساتی میشیم اگر بعضی از این ترانه‌ها رو میشنویم. یا موسیقی اون بچه‌های آلپ بود، حتی ساخته استاد التزامی بود، موسیقی اوریژینال بود یاد نبود. ولی به یکی اونه یکم یه کاری این کتاب جناب آقای شبپره که همین چند ماه پیش نوشتم داره تمام میشه، یعنی تمام شده داره چاپ میشه و بعد کتاب که یک کتاب بعد CD راجع به حبیب مرحوم حبیب محبیان که من خودم در کار، یعنی در سبک موسیقایی من خیلی اینسپایرد هستم از حبیب. همون بگو اصلا قابل ردیابی اون قطعه اول بگو که چجوری استراکچرهای حبیب رو داره چیز می‌کنه، حالا با ریتمای لنگ و سنتی. توضیحاتم تمام شد. خب دیوارم میتونیم سیدی رو بخریم و دفتر. این سیدی هم برای یادگاری یا برای که توفه هست نخرید، توی ماشیناتون هم پیش کنیم دیگه سیدی پلیر نداریم.
بخرید فقط ما اضافه بار ندیم اگر لطف کنیم همیشه بار میکنم سبکتر میکنم شده بودم من تو معذوریت نظر این میکروفون که میبینید بهترین میکروفون خواننده است در جهان نورمن کان 185 و علم گیرون و این ما خودم حالا من میدونم برای شما معنی نداره ولی که سالها دوست داشتم که رو بخرم حضور شما هست شد که بذار من یه تیکه همطوری چیز بکنم یه چه سوالی بکنم کسی هست اینجا امروز از برد تیم ایران خوشحال نشده باشه؟ شما گفتی آره دوست نفر نه خوشحالی فوتبال رو پیگیری نمی کنید و اصلا از این تیم بدتونید خب بحث جالبیه از فکر کنم همه با هم نظریم چون کسی دست شباب نهید ولی این کار این رسانه های لندنیه این شیزوفرنی ملی اینکه ما نتونیم خوشحال بشیم اینکه ما بگه که همین امروز با شهریارم در مسیر به صحبت همین یکم دردمون شد حالا راجع بود صحبت میکنم ولی میشه بهش هست و مثل اینه که ما هشتگ میزنیم مثلا برای این دو تا خانمی که خبرنگار بودن آزاد شدن اون روز من خیلی خوشحال بودم بعد همسرم از ما فیلم گرفت یه چیزی خوندیم و به اسم آزاد شد گذاشتیم و بعد گفتیم آقا هر کی که تو زندانه رو بزنیم هشتگ بزنیم از فاطمه سپهری بگید مثلا بعد یادم آقا تو فاطمه خب چی الان اون ایرانی ایدال تو تاجیل کنه تو زندان چیه ماجرا یعنی چطوری آدم میتونه راضی باشه یکی تو زندان باشه اگر با آزادی اعتقاد داریم باید یه ایرانی اعتقاد داشته باشیم که یک زمانی حزب جمهوری اسلامی هم توش باشه اونا هم بتونن نماینده بیارن مجلس یه همچین ایرانی کنه به نظر نه ایرانی که یکی جادو بالا بایسته بذاره بقیه حالا هر سوی با حجابه رو با شلاق بزنه بده خب 82 اسمش هست نسبی‌گرایی لیبرال یا یقین‌گرایی ایدئولوژیک من از میدونم وسط بحث میام بعد یکی دو تیکه‌های رومانتیک میخونم و از جای مختلفش میخونم حواستون به کارمون باشه در ماه‌های میانی این سال مطابق آنچه بر من رفته بود منظور از سال 1400 بخشید آره دیگه فوتبازی که رفته بود این کتاب مال همون سال با عنایت با آنچه سالهاست بر همه ما می‌رود و دهه‌هاست که بشر اندیشه ورز حساس در سراسر گیتی با آن مواجه است پاسخی برای این سوال نمی‌یافتم این هر دو مسیر در زیست جهان ما راه به کجا می‌برد دوست نازنینم خیلی زیاد دوست نازنینم مهدی به دیدنم آمد در استانبول روزی در پیاده‌روی در ساحل دریای سیاه همین دغدغه را با وی مطرح کردم که گویی لیبرالیسم مثبت اندیشی گشوده بودن نسبت به دیگر فرهنگ‌ها همین کانادای شما یا آمریکا و تفاصیل جهان نهایتاً با ساخت تکنولوژی که لاجرم تنها اون میتوانست مخترع آن باشد ما را غرق در نوعی بی‌حسی می‌کند که قوه داوریمان را از دست بدهیم از ما موجودات مؤدب می‌سازد همین دیروز توی یه فرودگاه نیویورک فرودگاه کوچیکش یه آقای سوت چیز دکمه الارم اشتباه زد یه الارم بد صدای بسیار وحشتناک 8 دقیقه داره تو سالن پخش همه نشستن هیچ کس اعتراض نمیکنه و اگر کسی اعتراض کنه میشه آدم بیادب نافرمانه فلان یعنی این ذات سیویلیزیشنه که از ما میخواد دوز باشیم مؤدب باشیم سرتو بنداز پایین این خب البته تضاد هم داره چون اگر نباشی با جای دیگه مشکل پیش میاد حالا ما رو غرق در نوعی بی‌حسی می‌کند که قوه داوری من را نسبت به همه چیز از دست بدهیم اما در آن سوی الله کلنگ تفکر افلاطونی نشسته که راست و محکم و بی هیچ پیچیدگی یا در افتادگی به ورطه نسبیت رک و سریع بیان می‌دارد آنچه من میگویم درست است رهبر ما است مثل خیلی چیزایی و بهترین راه رستگاری است در این جهان کدام جهانی که قطعاً من آن را فهمیدم و یقین دارم که باقی تفاصیل نسبت به فهم من الکنند و ناقص
پاسخ دوستم مهدی بی‌نظیر بود، آن را در اینجا می‌آورم. گفت این دوگانه را باید در ادامه مسیر ایمانگرایی یا فیدئیسم و نیست انگاری یا نیهیلیسم جستجو کرد. انتهای ماجرای Let It Go و اینکه همه بر حقند نمونهش همین تریبون برابر است که مجازی برای همگان فراهم آورد. آنجا که سخن به لکنت مطلق می‌افتد، ببخشید این تریبون در نهایت ختم به نوعی بی‌معنایی مطلق می‌شود. هیچ وقت از اون میگفتن تز و آنتیتز قراره از توش سنتزی رخ بده. شما یک دونه بحث اینترنتی دیدی که از توش سنتزی رخ بده به جز اینکه همدیگه رو بلاک کنن؟ هیچ وقت این دیالوگ، این برابری ختم به اون ذات دموکراسی که مد نظره نشد و نمیشه. قراره که بیشتر از توش خشم و نفرت به وجود بیاد. حالا و الان خشم و نفرت هم بذاریم کنار، حالا اون مال آدمای بی‌ادب احساساتی و فلان، ولی در نهایت بی‌معنایی به وجود میاد، یعنی از توش معنی بیرون نمیاد. آنجا که سخن به لکنت مطلق میافتد، ساموئل بکت هوشمندانه تر از هر کس دیگر در این جهان در دوران مدرن آن را دریافت و به بهترین نحو در آثارش بیان کرد. گویی او در آغاز یک پایان بود. در انتظار گودو یا بخونید یا ببینید حتما نمایشنامه است. آنجا که هر امر ذهنی از جمله خود زبان در یک مسیر حدوداً 100 ساله از اواخر قرن 19 که اندیشیدن درباره خود زبان هم بخشی از دانش شد، زبان شناسی اصلا به وجود اومد، به پوچی امور عینی اشاره میکرد. در انتظار گودو گویی اعلام افلیج بودن ذهن و عین با هم است، بازنشستگی زبان و بی‌معنایی هر گونه تفسیر. این حرف دوستم توجه مرا به روی آمدن پاپ آرت در فاین آرت جلب کرد. حالا دیگه در هنرهای دیگه هم هست. در همان دهه برآمدن بکت چگونه تفسیر جدی جکسون پولاک یا مارک روتکو از آشفتگی جهان جای خود را به رندان خندیدن پیروان اندی وارهول به هر گونه تفسیر داد. یعنی به جایی که مثل جکسون پولاک رنگ رو بپاشیم روی بوم تا آشفتگی جهان سرمایه‌داری و کثافت مدرنیسم رو تفسیر ذهنی من از این جهان رو نشون بدیم، خود شت رو بریم بذاریم جلوی تفسیر، جلوی تصویر. یعنی به جایی که سابجکتیو باشه قشنگ ابجکتیو بشه. مثل آدمای بعدی که اومدن دیگه، آقای اندی وارهول خود سوپ رو کشید. تکرار این سوپ که تو سوپرمارکت می‌بینی، هنوزم می‌بینی. تکرار این روزمرگی، حالا هر چیزی که می‌خوایم بهش نسبت بدیم. یا روزنکرویس، حالاش دنبال کنید، الان تو موزه نیویورک هست. روزنکرویس ماتیک همین میریم سفورا و جاهای دیگه، لوازم آرایشی خانم‌ها، یه طبقه کوچیکش از یک برند کوچیکش که مثلا میشه یه چیز اینقدی، مثلا 5 تا 6 تا ماتیک که توی جای گذاشته، اینو برداشته 16 متر کشیده، بزرگ ماتیکی که تو در برابر هیولا واقع میشی، در برابر کاتیوشا، در برابر جنگ، در برابر رابطه جنسیت و خشونت، در همه چی رو جلوت میذاره. یه ماتیک کامل با تمام همون براق بودن و جذابیتی که اون تو بسته‌بندیش هست. خب یعنی تفسیر ابجکتیو به جای سابجکتیو نشست. مسخرگی خود سوژه ها به جای تفسیر از اون مسخره ها نشست و بعد از آن کمیت بی انتهای دنیای دیجیتال این چرخه را کامل کرد و هنوز با سرعت دارد در آن جهت پیش می‌رود. نمونه‌های اخیرش خریدن املاک و مستقلات مجازی متاورس یا برنده شدن در حراجی‌های هنری دیجیتال NFTs، نیهیلیسم مطلق، هیچ مطلق. اما در سوی دیگر تلاش احیانا مذبوحانه است برای معنا دادن به جهان. داعش میخواد به دنیا معنی بده، میخواد یه معنی رو جلوی ما بذاره، بگه آقا دنیا رو باید اینجوری. فرقی نداره، طالبان یه معنایی از جهان، معنایی از جهان. درسته که ما ازش نفرت داریم ولی بالاخره معنا هست، یه معنایی. میگه دنیا باید اینجوری باشه، میگه زنا باید برن تو، میگه مردا باید ریش بزنن، میگه یعنی ایده داره. برای بعد جالبه که این وقتی هم یک تفسیری معنا داره برای جزئیات تصمیم میگیره. یعنی خامنه‌ای برای جای بشقاب چنگاله ما در آشپزخونه اگر بتونه سیستمش تصمیم میگیره. یا سیستم‌های توتالیتر گرفتن، چجوری که همه لباس یه جوری پوشیدن بچه‌های SS نازی یا چیزای دیگه. از فتح هاوانا توسط کاسترو اگر نخواهیم حالا تا نازیسم و انقلاب و اکتبر عقب برویم،
و این دوگانه رو از زمانی بکت به این سو بررسیم. از آنجا گرفته تا بازگشت به خویشتن آل احمد، تا فتح و قلب و غم هر گونه نشانه زندگی مدرن در قصد انقلاب اسلامی، تا معناهایی که امروزه دنبال آنند و دنبال آن. نمونهش معنایی که همین عرض کردم، طالبان و داعش بر جهان سوار میکنند و از آن هم ظریف‌تر معناهایی که حالا در بزرگداشت محیط زیست، بزرگداشت مظلومیت ها، کره زمین داره گرم میشه، حیونا رو از سیرک نجات بدیم، اینا همه کارهای جدیده، همه دینه، همه میدونی، همه در به ما میگه که یک دنیای بهتری هست که اگر به حرف من بکنیم من دارم برم اون دنیا، توی دنیایی که دیگه اینا رو نمیکشن. خب نگرانی برای گرمایش این کره مسخره، ولی که اگه تو بخواید لانگ ترم ببینی، چرا لانگ ترم 100 ساله ببینی؟ لانگ ترم 100,000 ساله ببین که این کره زمین بالاخره میره، چون ما بخوایم چه نخواهیم، ما هم از بین میریم. دایناسورها 65 میلیون سال تو این کره بودن و رفتن، بیشتر 160 میلیون سال. ما هم این قدیم از این جهان، از این هستیم، از این حیات. ما هم یه ترکیبات پروتئینی هستیم که زده و برینمون کامل شده و اینجوری اگر میخوای ببینیم اونجوری ببین. خیلی تلخه ولی همینه. چرا ما باید صاحب همه چی باشیم؟ بعد یه نسلی رو تو از دیدن سیرک محروم میکنی. چرا؟ برای که 5 تا فیل رو در کانادا نجات بدی که بچه فیل اذیت نشه. خب ولی نمیتونی جلوی اون باند قاچاقچی چینی رو بگیری که توی کنگو داره 300 تا فیل میکشه برای آجش. می‌بینی همیشه زدن به هدف اشتباه. گیر دادن به این تیم ملی بدبخت بشه، گیر دادن به خود خامنه‌ای، گیر دادن به اصغر فرهادی، گیر دادن به مهدی مدرکیا، گیر دادن به فلان، همش بر اساس اون تفسیر. حالا بحث پراکنده‌اش نکنم. آخرش پرسیدم کدام درست است؟ کدام رو باید بررسیم؟ نسبی‌گرایی لیبرال یا یقین‌گرایی ایدئولوژیک؟ این درد من هم هست، درد هم هست. ما در همچین جهانی زندگی میکنیم که نمیدونیم بین این دوتا باید کدوم انتخاب. میگه اول هم هست که قطعا به آینده بهتر باور و امید دارن. همه کالت ها، همه ادیان، همشون میخوان بگن گوش کن بهتر میشه، وعده دادن. حالا اون وعده بهش میده، اون وعده دنیایی رو میده که همه ویژیتریان بشیم، دیگه هیچ گاوی کشته نشه. دوم که در جهت آن امید هر گونه حرکت فاشیستی و بیرحم رو برای خودش مجاز میکنه دیگه. کار به جای میرسه که فایل صوتی میذاره آپلود میکنه، کار به هر کاری که بتونه به هدفش برسه. دادگاه مجازی در حق است و مجاز است، یعنی همان کالت. دوباره میپرسم میان آن نسبی‌گرایی مختوم به نیهیلیسم سرخوش مثبت‌اندیش و این ایمانگرایی منجر به دیکتاتوری ذهن و خشونت، کدام را باید بررسیم؟ من ندانستم همین آخرش اینجوری نمیشه. خب یعنی من یه بخشای از اینو توی کلاب هاوس 2 هفته پیش خوندم، کسی اونجا شنیده اینو؟ اینجا کسی دیده؟ خب خوشبختانه پس نشد و تکراری نیست. یه تیکه های راجع به یه بحث دیگه است. تأملاتی پراکنده در باب تعهد هنرمند. چیز کنیم اگه حالا سوالی به ذهنتون میرسه میتونید یادداشت کنید، چون این بحث با اون بحث قبلی کلا فرق داره.